سلام، چطور دوستان؟ امیدوارم هر جا که هستین سلامت باشین. موضوع امروز در مورد بیارزش بودن برگه سرشماریه. دوستان همونجوری که میدونین الان چند وقتیه که بگیر خیلی زیاد شده. ما هم 2 روز پیش گرفته بود، خدا کلی انقدر اذیت کرد. ایناش به کنار، برگه سرشماری برای یک عده از افراد بیارزشه دیگه، مثل مجردها و بعد از کسایی که خانواده هایی که پول نرختن، طرح 100 میلیونی شرکت نکردن، برای از اینا برگه سرشماری بی ارزشه. فعلا که 2 روز پیش که مرا گرفته، 3 روز پیش مجردها را از کشور ریپورت چیه؟ فعلا که مجردها را از ایران ردی مرز میکنن، اونایی که برگه سرشماری دارن. البته مجردایی که 100 میلیون طرح 100 میلیون شرکت کرده رو کاری نداره، فقط اونایی که یک برگه ساده مثل همی دارن. فعلا من که خانوار هستم، ولی مجردها رو فعلا طرحش هست بیرون میکنه و اینجوری که من داخل پاسگاه بودم اردوگاه، البته گفتن که فعلا مجردها رو بر میکنه. بعد از این طرح خانواده هایی که برگه سرشماری دارن ولی طرح 100 میلیونی شرکت نکردن اجرا میکنن و اونا رو هم بر میکنن، عین پاکستان. خب اینم داداش پاکستانه دیگه چی توقع داری؟ پس زیاد امیدوار نباشین، از این برگه چیزی هم جور نمیشه. البته اگر شونم شاید شونه، ولی مجردها رو بر میکنه. ایره اطلاع دادم که با خبر باشین. چیزی جالبی اینجا بود، همسایه از ما رو گرفته بود، با ننهش یک جای فرستاد افغانستان. بچه بدبخت هم سن سال از ما بود، ننهش آمد که برگش بیاره که آقای پسرم ویل که آزاد که برم. بعد ننه رو هم گرفت دیسپند زد، همراهش برد. بعد از اونجا پرسیدم که چرا این کارو میکنین؟ گفت به خاطری که الان که ترس، البته یک از امو مامورا گفت دیگه فعلا طرح اینه که مجردها رو بر کنید، شما خیالتون راحت باشه. این کسایی که خانوار هست برگه طرح 100 میلیون شرکت نکرده، اینا رو هم بعدم بر میکنیم. حالا نمیدونم گپش راسته دروغ است، پیش خونم خدا وکیلی همسایه‌مون هم برده، خیلی از خانمای دیگر هم از قاسم آباد از اشکرد بردن. خب خلاصه هر رقمی که هست مواظب خود خوب باشین. امیدوارم که چی میگن اون جمله‌ای که داخل تلویزیونه، لباس عافیت در تن داشته باشید. این نمی‌فهم منظورش چه لباس عافیت دقیقاً چی میشه؟ این کامنت بنویسین. خب خلاصه خود من میرم یک چند روز بعد افغانستان میرم، پاسپورت میگیرم و ویزا میکنم. راستی بحث پاسپورت شد، ببخشید خداحافظی کردیم، ولی باز باید این بحثم ادامه بدم. بحث پاسپورت، اونایی که سیاحتی آمده یعنی ویزای 3 ماه دارم، به هیچ عنوان چی بگم دیگه ارزشی نداره. خب یعنی کسایی که 20 روز مهلتش مونده باشه هم پس افغانستان میفرسته، اونایی که بخی تازه هم آمده باشه در گیری گشت بفته مور افغانستان دیگه راه چاره ای نداره، میفرستن دیگه. نمیدونم میگن که اینا اعتبار نداره، این ویزاهای سیاحتی 30 روزه 3 ماه دیگه اینا اعتبار نداره، فقط اونایی که ویزای کاری داره اینا اعتبار دارن. خب پس نتیجه این شد که یکی برگاه سرشماری مجردا قبول نیست، اینا رو هم ردی مرز میکنه. دوم این که ویزاهای سیاحتی، ویزاهای 3 ماه هم قبول نمیکنه و ردی مرز میکنه. خب بیشتر از این وقت نگیرم، امیدوارم که اطلاعات مفید بوده باشه. بازم مواظب خوب باشید، گشت بگیره بعد جور میزنه با باتوم میزنه.